اگه قرار باشه فقط یک کتاب تو کل زندگیت بخونی، اون یک کتاب چیه؟ من اینجا توی پادکست یک کتاب بهت یک کتاب پیشنهاد بدم تو هر اپیزود که ارزشش رو داره به نظرم. اگه قرار باشه یک کتاب بخونی تو زندگیت، اون کتاب باشه. میگه که حقیقت اینه که اگه چگونه مردن رو یاد بگیریم، چگونه زیستن رو هم یاد میگیریم. اینو من نمیگم، نویسنده کتاب سه‌شنبه ها با موری میگه و توی این اپیزود قراره که با هم بشینیم و کتاب سه‌شنبه ها با موری رو یه بررسی کوتاه بکنیم و یه معرفی داشته باشیم ازش. من متی ملودی ام و اینجا پادکست یک کتابه، پادکستی که هر هفته یک کتاب به شما معرفی میکنم برای اینکه بخونین اگه قرار باشه فقط یک کتاب تو کل زندگیتون بخونین. منم آدمی نیستم که خیلی کتاب خون باشم، اما تا یه حدی کتاب میخونم و علاقه دارم به یه سری کتابا و تجربیاتم از کتاب خوندن و اون کتابایی که دارم میخونم توی حوزه‌های مختلف رو با شما به اشتراک میذارم. و یک چیزی که این پادکست داره اینه که هر کتابی که میخونم معرفی نمیشه، فقط کتاب‌های معرفی میشه که به نظرم اون تأثیره رو روی من گذاشته یا یه چیزی برای ارائه داشته. نه اینکه حالا کتابایی که دیگه‌ای که مثلا میخونم جالب نباشه یا مثلا کتاب‌ها بی ارزش باشن، نه، چون مثلا یه سری کتابا شاید تو حوزه بازاریابی باشه، تو حوزه فروش باشه و اینا، و به نظرم برای این اپیزود یا این پادکست ها مناسب نیست و قراره که فقط یک کتاب تو کل زندگیتون بخونین، پس اون یک کتاب میتونه اینا باشه، نه چیزای دیگه. حالا صحبت رو کوتاه کنیم. من دارم اینجا نگاه میکنم برای اینکه بزنین روش بخونم، اطلاعات کتاب بهتون بدم. کتاب سه‌شنبه ها با موری، نویسنده میچ آلبوم، گوینده. من کتاب رو نسخه صوتیش رو گوش دادم و نسخه فیزیکی رو ازش ندارم، اما مشخصاتی که اینجا هست رو بهتون میگم. گوینده آرمان سلطانزاده که توی اپیزود قبلی هم بهتون گفتم چقدر کارش خوب و درسته و من دوستش دارم و خیلی خوشحال شدم که این کتاب با گویندگیشون بود. من این کتاب رو 3-4 ماه پیش خوندم و تمامش کردم. خیلی کتاب جذابی بود به نظرم. گوینده آرمان سلطانزاده واقعا فوق‌العاده اجرا کرده بود. حالا در ادامه بهتون میگم. ترجمه ماندانا قهرمانلو و ناشر آوانامه. از اپ فیدیبو گوش دادم کتابو. و داستان یه استاد دانشگاه به نام موری شوارتز، بله درست گفتم اشاره، که اسپویل نداره، که یه داستان واقعیه. نکته مهم داستان اینه، یعنی اونجایی جالب میشه که این داستان واقعیه. داستان موری شوارتز که یک مریضی رو پیدا میکنه به نام ALS اگه اشتباه نکنم، آره، که به تدریج اعضای بدن از کار میفته توی این بیماری و امیدوارم که همه سلامت باشین یا درگیر این بیماری نشین. و درگیر این بیماری میشه و دکترها هم ازش قطع امید میکنن و میگن چند ماه دیگه بیشتر نمیتونی زندگی کنی. و داستان از اینجا شروع میشه و میره جلو و نشون میده که این آدم با پذیرش این موضوع داره چجوری کنار میاد، چجوری میپذیره این قضیه رو و چجوری داره روز به روز وضعیتش بدتر میشه و تا خط زندگیش به پایان میرسه و به همون نشون میده که این آدم چجوری با چالشش داره کنار میاد. نویسنده این کتاب که گفتم میچ آلبوم هست، یک خبرنگار تو حوزه ورزشی بوده و این آدم یعنی موری شوارتز استادش بوده توی زمان دانشگاه اینا اگه اشتباه نکنم، آره. و وقتی که یه خورده با هم حالا رابطه بهتری داشتن و یه سری رابطه خورده نزدیکتری بعضن داشتن و یک روز که همینجوری نشسته بود خونه‌اش میبینه که نمیدونم توی برنامه تلویزیونی بود اگه اشتباه نکنم، میبینه اون استادش رو و میشناسه و یادش میفته که آره زمانی با این بود و اینا و میره میبینتش و میبینه که آره مریض شده و داره با چالش‌های اون دست و پنجه نرم میکنه. و اسم اون خود موری شوارتز سه‌شنبه ها با دانشجوهاش انگار وقتی که مریض میشه و اینا اونجا کلاس میذاره و بعد از یه مدتی دیگه کنسل میشه و دیگه کلاسی رو برگزار نمیکنه. اما میچ آلبوم میره و هر سه‌شنبه ها باهاش کلاسش رو میگذرونه یا صحبت میکنن با هم دیگه راجع به مسائل مختلف و سوالاتی که خود نویسنده داره رو ازش میپرسه. و چون خبرنگار بوده و دستی بر رسانه داشته ضبط میکنه اینا رو و تمام جلسات ضبط میشه و هر سه‌شنبه این اتفاق میفته و در طول این سه‌شنبه ها روز به روز میبینیم که وضعیت داره بدتر میشه.
بهتون پیشنهاد میکنم که این کتاب رو واقعا بخونین، چون یه کتابیه که دیدتون رو به یه سری چیزا عوض میکنه. بذارید من 2-3 تا نکته دیگه‌ای که اینجا نوشتم رو براتون بگم. این کتاب مال سال 1997 و 2 تا موردی که اینجا نوشتم که خیلی جالب بود، 3 تا البته، اینه که کتاب وقتی داره روند ناتوان شدن و مریض شدن موری رو نشون میده، چالش‌هایی که باهاش دست و پنجه نرم میکنه، مثل اینکه دیگه نمیتونه کار شخصی خودش رو انجام بده، حمام، دستشویی و خیلی دیگه که حالا اینجا بازش نمیکنه، داره با اونا دست و پنجه نرم میکنه و دید نویسنده همون میچ آلبوم رو هم داریم میبینیم به این قضیه که چجوریه و داره میبینه که اون آدم این مشکلات رو داره ولی باش کنار اومده و یه جوری کنار اومده که حالا باز تو خود کتاب رو که بخونین یا حتی نسخه صوتیش رو بهتون پیشنهاد میکنم گوش بدین، خیلی جذاب‌تره، خیلی بهتر میتونین رو بفهمین و داریم اون چالش ها رو میبینیم، چیزایی که شاید برامون خجالت آور باشه، چیزایی که واقعا حتی گوش دادنش هم اذیتمون کنه و با خودمون بگیم که دمش گرم چه جوری تونستین رو هندل کنه، اما داره اینو میگذرونه و هفته به هفته هم که سه شنبه ها که میره پیشش میچ میره پیش موری، میبینیم که داره روز به روز بدتر میشه و حالش خیلی بد میشه. تو این برنامه‌های تلویزیونی دعوتش میکنن، باش مصاحبه میکنن و نکته باحالی که بهتون گفتم از آرمان سلطانزاده اینه که دقیقاً به مرور این حال بدی ها و این بد شدن حالها که حالا بد شدن حالش، صداش هم خب مثلا صداش به زور بالا میاد، سخت حرف میزنه، نفساش و اینا، و ما تمام اینا رو داریم میشنویم دقیقاً. یعنی آرمان سلطانزاده خیلی قشنگ اومده اینا رو ادا کرده و خیلی خوب به نظر من تونسته اون احساس رو و اون پیام کتاب رو به اون منتقل کنه و واقعا باهاش میای جلو، یعنی اون احساسات همه چی تو درگیر میکنه و خیلی جذاب میارت جلو. مورد بعدی مثلا یکی از چیزایی که خیلی جالب بود برام این که توی یه قسمت از کتاب مطرح میشه که آره مثلا ما همیشه دنبال اول شدنیم که تو اون جایی که هستیم اولش باشیم، بهترین باشیم و اینا، و یه سوال خیلی بنیادی و جالبه که میگه مگه دوم شدن چشه، مگه سوم شدن چشه، و خیلی آدمو به فکر فرو میدارد. اشتباه نکنم اینجوری باید جمله رو تمام کنم. و یه مورد دیگه که باز اینجا رو نگاه میکنم و آره پذیرفتن مرگ برای من خیلی جالب بود، یعنی خیلی این که چجوری تونست این قضیه رو برای خودش هندل کنه و واقعا میگم یکی از بهترین کتابایی بود که تو این مدت تو امسال خوندم و منو خیلی به فکر فرو برد واقعا و با واقعا بعضی جا احساساتی شدم و فکر کنم اصلا میگم یعنی تا مرز گریه کردنشو احتمالاً تا گریه کردن هم میرین باش، ولی خودم رو یادم نمیاد راستشو بخواید، ولی یادمه که خیلی احساساتی شده بودم. ولی میخوام بگم که این کتاب واقعا کتاب خوبی بود و جالب‌تر اینه که داستان واقعیه. یعنی یکی از چالشایی که بعضیا شاید داشته باشن اینه که خب داستان و فلان، نه، یه داستان واقعی، بیماری واقعی و حتی عکس‌های میتونید تو اینترنت سرچ کنین، عکس‌های اون شخص هم میاد و حتی یه سری جاها که داره میگه که مثلا فلان شخص اومد و مصاحبه کرد باهاش رو، همون عکس رو میتونین اونجا ببینین تو اینترنت. خلاصه این اپیزود سوم رو در نظر گرفتم برای کتاب سه‌شنبه موری که بهش بپردازیم و به نظر من واقعا کتاب جذابی بود و ارزش یک بار خوندن رو داره. من فیلمش رو ندیدم، گویا فیلمش هم درست شده. اتفاقا من توی حالا جا داره اینجا بگمش، توی یک تیکه از ویدیو یه جایی رو دیدم از صابرو، دیدم که تو یوتیوب یه ویدیویی گذاشته بود راجع به همین، اتفاقا کتاب هم بود و فیلم هم معرفی کرده بود ازش که من اونجا برام دیدمش و اینا و فهمیدم که فیلم داشت و اینا و میگن حالا اول کتابش رو بخونیم و بعد بریم سراغ فیلمش. انگار فیلمش به مثلا خیلی خوش ساخت نیست ولی خب انگار جالبه. من که دوست دارم حتما برم بعدش سراغ فیلم و به نظرم جذاب میکنه این کارو. یه کتاب دیگه هم که اینجا خوندم که دوستم یه اشاره بهش میکنم، این هفته من کتاب مایندست یا فارسیش طرز فکر، چون مایندست فارسی میزنی نمیاره، یه کتابای دیگه ای رو میاره، طرز فکر رو خوندم، حالا نویسنده اینو یادم نمیاد، اونم صوتی شد دارم گوش میدم و کتاب خوبیه، اونم کتاب خوبیه. من تصمیم گرفتم کتابایی که دارم میخونم اما اپیزودی راجبش نمیذارم رو بیام اسمش رو بیارم.
کتاب راجع به طرز فکر و مایندست ماه و میگه که چه جایی و به 2 تا تقسیم میکنه فکر رو، مایندست یعنی طرز فکر رشد و ایستا. و من اونقدر نپسندیدمش که بیارمش یه اپیزود جداگونه بذارم، ولی میخوام بعد سعی کنم یه تیکه کوتاه آخر هر اپیزود بذارم برای کسایی که دوست دارن، برای اینکه یه خورده این کتاب یه جوری بود که میتونه ذهنیت تو رو عوض کنه. بد نبود و پیشنهاد میکنم اگه خواستین بخونین یا گوش بدینش. یکی از مهمونای استوری لاین فکر کنم اپیزود 2 اینو معرفی کرده بود، رفتم گوش دادم و خوندم و گفتم اینجام بگمش. دمتون گرم، مرسی که تا اینجا من همراه بودین. حتما ویدیو رو لایک کنین برای دیدن اپیزودهای بیشتر و ویدیوهای بیشتر از من. حتما چنلمو سابسکرایب کنین و کامنت بذارین، نظرتون رو بهم بگین. اگه این کتاب رو خوندین نظر خودتون رو راجبش بگین. اگه موردی بود دوست داشتین نظری بهم بدین، یعنی برای بهتر شدن محتوام بهم بگین حتما. اگه کتاب پیشنهاد میدین که من بخونم و شاید یه اپیزود راجبش ضبط کنیم، حتما توی کامنت ها بهم بگین. و مرسی که ازم حمایت میکنین. اپیزود 1 و 2 رو هم میتونید توی پلیلیست یک کتاب گوش بدین یا بخونین یا ببینینش یعنی. و مرسی که حمایت میکنین همه جوره. تا اپیزود بعدی، فعلا.